شنیدین دریاچه ارومیه خوش شد؟ نه جمله رو که درست به کار ببرید، درست بگین. خوش شد چیه؟ دریاچه رو ما خوش کردیم، فعل مجهول به کار نبرید. بله اون فعل یه فاعلی داره، ما هستیم. این حاصل کار گروهی یک تیم دلسوز، تلاش‌های شبانه روزی و چندین ساله یک گروه دلسوز بود که بالاخره ما موفق شدیم دریاچه رو خوش بکنیم. وقتی میگه خوش شد انگار خودش خود به خود خوش شد، اراده ما پشتش بود، ما تلاش کردیم، به فضل خدا ما موفق شدیم بالاخره بعد از 13000 سال که این دریاچه. چرا برای چی با خشکش می‌کردیم؟ می موفقیت این نیست. 13000 سال به قول خودتون دریاچه بوده، بعد 13000 سال حالا کاربردش چی بوده؟ مثلا 13000 سال بوده چه کاربردی داشته؟ حالا یه خورده آب بوده دیگه. حالا دریاچه رو خشک کردن که زمین کشور اضافه. بله تمام سلسله ها، افشاریه، زندیه، قاجار، پهلوی، اینا از زمین‌های ایران کم کردن. ما تنها گروهی بودیم که تونستیم اضافه بکنیم. ادعایی هم نداریم، در واقع از کسی هم انتظار قدردانی نداریم.